سلام دوستان، دکتر سام هستم و امروز با یه ویدیو جذاب دیگه در خدمتتون هستم که قرار راجع به مقایسه ویپ کشیدن و سیگار کشیدن با هم دیگه صحبت کنیم. خب بذارید اول از اینجا شروع کنم که ماده‌ای که الان خیلی‌ها به خاطرش پناه میبرن به ویپ کشیدن و سیگار کشیدن همون ماده‌ای هستش که شناس همتون هستش به اسم نیکوتین که یک ماده شیمیایی بسیار اعتیادآوری هستش. خب حالا اگر بخوایم راجع به مقایسه ویپ کشیدن و سیگار کشیدن صحبت کنیم، باید همون اول به این موضوع توجه کنیم که خیلی امروز وقتی راجع به ضرر این دوتا مبحث صحبت میشه میگن که سیگار بالغ بر 7000 ماده شیمیایی داره، در صورتی که ویپ کشیدن با همون سالت یا همون جویسی که برونش استفاده میشه چند تا ماده شیمیایی بیشتر نداره. یا حتی بگن که حالا سیگار سرطان میاره ولی ویپ کشیدن تهش اینه که آدم حالا یا عفونت ریه میگیره یا ریش آب میاره یا همون به اصطلاح ادم ریه میاره. ولی این صحبت ها هیچ کدوم علمی نیست و تو این ویدیو خدمتتون هستم تا از لحاظ علمی این دوتا ماده رو با هم دیگه مقایسه کنیم. ببینید، نیکوتینی که در ویپ یا پاد وجود داره خیلی سریعتر وارد جریان خون میشه و به مغز میرسه. حالا دلیلش چیه؟ به خاطر همون کویلی هستش که داخل ویپ یا همون پادها استفاده میشه که میتونه از 110 درجه تا 1000 درجه ماده‌ای که به اصطلاح سالت یا جویس گفته میشه رو داغ کنه و به حالت بخار درش بیاره که وارد ریه‌های ما بشه، که اون ماده اکثرا پروپلین گلایکول هستش که دقیقاً همون بخاری که توی کنسرت‌ها و حالا مراسم‌ها پشت سر خواننده بلند میشه و میبینیم که اونو داریم وارد ریه‌های خودمون میکنیم. مواد اصلی که این سالت یا جویس رو تشکیل میدن یکیشون همون پروپیلین گلایکول بودش که بهتون گفتم و دیگری هم ماده‌های طعم دهنده هستن که از ابتدا اصلا قرار نبود این ماده‌های طعم دهنده توی ویپ وجود داشته باشن و ویپ به عنوان یک ماده بی طعمی اومدش که جایگزین سیگار بشه و کمک کنه به ترک اون. ولی متاسفانه نظام سرمایه‌داری پا وارد ماجرا کرد و باعث شدش که ویپ ها به سمت طعمدار شدن برن تا اینکه خریدشون بیشتر از مقداری باشه که قبلا بوده، تا این وسط یه سری نفع ببرن و جیبشون پرپولتر بشه. یه چیزی هم همیشه تو ذهنتون داشته باشید که ما تو ایران زندگی میکنیم و متاسفانه اینجا هیچی اصل اورجینال نیست. پس بعیدم نیستش که همون سالت یا جویسی که از سر کوچه میخرید یه جایی همین دور و برا پر شده باشه. مسئله دیگه که باید بهش دقت کنیم اینه که میزان نیکوتینی که از ویپ کشیدن گرفته میشه خیلی بیشتر از مقداری که از یک پک سیگار کشیدن گرفته میشه، که وقتی این نیکوتین وارد خون ما میشه که از طریق ریه ها وارد شده، وارد مغز میشه و از سطح خونی مغزی عبور میکنه که باعث افزایش هوشیاری، تمرکز بیشتر، حال خوبتر و انگیزه دادن میشه. این اثراتی بودش که روی مغز میذاره، ولی همین اثراتو بالعکسش رو روی حالت فیزیکی بدن میذاره و به اصطلاح بدن و مایچه‌ها رو ریلکس میکنه. و این همون چیزی هستش که باعث اعتیاد شدید به اون شده، چون بدن رو ریلکس میکنه، فکرها رو آزاد میکنه و باعث تمرکز و انگیزه بیشتر برای زندگی و ادامه میشه. حالا اگر بخوایم به اصطلاح نسخ شدن رو بین این دوتا مقایسه کنیم، در افراد سیگاری بعد از کشیدن یک نخ حدوداً بعد از 4 ساعت حس هوس کردن و حالا همون به اصطلاح نسخ شدن توی اون انسان به وجود میاد. ولی توی ویپ کشیدن این نسخ شدن سریع‌تره، به خاطر اینکه نیکوتین ویپ کشیدن مقدار بالاتری داره. اگه بخوایم به یکی از اثرات بد دیگه نیکوتین اشاره کنیم، میتونیم به اثرش بر کوچک شدن آلت تناسلی مردانه و مشکلات نعوذ و حتی در برخی موارد تحت اثر برخی مواد شیمیایی به عقیم شدن اشاره کنیم، که یک موضوع کاملا جدیه و تحقیق شده روش که الان دارم من براتون توضیح میدم. و به علت اینکه توی ویپ کشیدن نیکوتین بالاتری وارد بدن میشه، این اثرات قطعا توی ویپ کشیدن میتونه شدیدتر باشه. پس اگه بخوام اثرات بدی که ویپ روی بدن میذاره رو خلاصه کنم براتون، میتونیم به عفونت و سرطان ریه، از کار افتادن موجک‌های سلول‌های راه هوایی و مشکلات تنفسی مزمن اشاره کنیم. ولی در آخر دانشمندا به این نتیجه رسیدن که با وجود همه این موارد بازم سیگار کشیدن از ویپ کشیدن ضررش بیشتره، مخصوصا به خاطر قطرانی هستش که توی سیگارها وجود داره، که حتی توی تحقیق اومدن مقایسه کردن بین کسانی که سیگار میکشن با یه فردی که حالا دهنش رو به اصطلاح روی اگزوز یه ماشین گذاشته به یه مدت و دیدن که تفاوت خیلی خاصی بین این دوتا فرد وجود نداره از لحاظ تأثیری که بر روی ریه هاشون گذاشته شده. و چون ویپ ها تقریبا جدید هستن و هنوز تحقیق آنچنانی بر آنها نشده، این موضوع در نظر داشته باشیم که در ادامه ممکنه اثرات بیشتری از اونها یافت بشه. ممنون از اینکه بیننده ویدیو ما بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تو ویدیو قبلی راجع به گل کشیدن و اثراتش بر بدن صحبت کردیم، اصلا از دست ندید.